سلام دوستان. آخه یه غذا چقدر میتونه خوشمزه باشه؟ امروز میخوام شما رو با یه غذای خاص و متفاوت آشنا کنم. کاسه کباب. کاسه کباب یکی از غذاهای معروف اردبیلیه که کباب رو داخل کاسه سرو میکنن و همین باعث شده اسمش این باشه. این غذا یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایرانیه. اما این بار من کاسه کباب رو یه جور دیگه درست کردم. خود کباب رو به شکل یک کاسه درست کردم که هم خودش خوراکیه هم محتویات داخلش. تصور کنید یک کاسه خوش عطر و خوشمزه از گوشت و ادویه‌های معطر که داخلش رو میتونید با هر چی دوست دارید مثل برنج، سیب زمینی، گوجه پر کنید و با هر بار قاشق زدن یه ترکیب جدید و خوشمزه بچشید. جذابیت این غذا فقط به ظاهرش نیست. طعم و عطرش با هیچ غذای دیگه قابل مقایسه نیست، چون فقط یه گوشت ساده نیست که کلی ادویه و فوتوفن توش به کار رفته که هر کسی امتحان کنه عاشقش میشه. وقتی این کاسه کبابی رو سر سفره میارید همه چشما خیره میمونه و هر کسی اولین قاشقو که میزنه میگه وای خدا این دیگه چه شاهکاریه. حتما این کاسه کباب رو امتحان کنید. هم خوشگل، هم خوشمزه، هم حسابی متفاوت. خب دیگه شما خوبید؟